اتحاد اروپا با تاجیکستان مشورت داده است که در پیشروی انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی سال 2020 در کشور فضای سیاسی را بازتر کند. این نکته در خبرنامه اتحاد اروپا روز 10 دکبر ذکر شده است، اما از جزئیات این مشورت چیزی گفته نشده است. در شهر بروکسل دیروز جلسه شورای همکاری‌های تاجیکستان و اتحاد اروپا برگزار شد. بنا به اطلاعیه‌ای که بعد نشست نشر شد، در جلسه مسائل حقوق بشر نیز بررسی شد و اصلاح نظام محبس‌ها و کم کردن ضعف‌پذیری زندانی‌ها و هم زندانبان‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفتند. هیئت تاجیکستان را وزیر کارهای خارجی سیراج‌الدین محریدین و هیئت اتحاد اروپا را گوردان گریلیچ رادمان وزیر امور خارجه جمهوری خرواتیا سروری کردند. در جریان نشست همه مسائل مربوط به روابط دوجانبه، حاکمیت قانون، رشد اجتماعی، اقتصادی، امنیت، حقوق انسان، مبارزه با فساد، رشد همکاری با جامعه شهروندی و غیره بررسی شدند. سران هر دو هیئت گفتند از نتیجه های نشست هشتم تاجیکستان و اتحاد اروپا راضی‌اند. گفتنی است در استراتژی اتحاد اروپا برای آسیای میانه مسائل حقوق بشر در سیاست خارجی اتحاد اروپا از جمله در رابطه با همکاری‌های دوجانبه با تاجیکستان خیلی مهم میباشد.